مسئله نقشی خاراکتری ما من در تبابات مثلا شما اما وقت انتظاریم که دارو کل میکنم تستر ولی یک همون پاتسینت ما گفت که مثلا ما در جای ما که تست کسان ما بوده احساس میکنم تستر برام برم یکی او یک تگیر او روز گفت که میخوام که خسته باست میخوام که طبیب خدمت بیابم او هم بزرگ دولت گفتیم مثلا گپش همین که ما طبیب خدمت بیابم اونا که تصور کنه که چی چیزها ما رو صحت میکنن مثلا دورو هست مثلا دوروها در هر جا رستن در اشیاء ها در بستنی ها در حیوانات ما علمای ساحه تیپ ایشه با ایشه اجرای میکنن یکون چیزا خاصیتی نو پیدا میکنن مثلا به درد میکنن یکی گزک و بسپلین بسیار چیزا رو میگیره اونا که تصور کنه که هست بود از سوزن هست در لخ سوزی هست در نم دعا هست در سیر تماشا ای طبیعت میبینیم آب و هوا میبینیم ای آدم چی وابستگی داره البته آدم عمل میکنه کوشش میکنه مثلا صحت باشه اما یک چیزی از رخش میگیره چی چیزه خیلی میشه که امکانات طبابت رفتن نداره هستم خیلی مثلا نمیوه وقت نمیوه مبلغ نمیوه مثلا یکی راهش اجازتش نمیتیم طبابت رفتن یکی راهش دوره مثلا بسیار وقتی کورا میشه اما بود چیزی دیگر میتونه که آدم طبابت نمونه اینکه شفای روش بسیار مثلا دهتر شود این البته رعایت نکردن بعضی قانون و قاعده های مثلا طبابتی که نمی داروگی میکنیم نمی طبابت مثلا دارو را دودی علامتاش برطرف کردی میمونه دارویی که اگه سبب خوش برطرف میکنه سببوی همین کسر برای چی؟ همین آدم کسر شد دولینش فرو بردیم علامت دولینش نیست یکی برای چی دولین شد ما در این مسئله با کار میکنیم یعنی که کم تا چکرتر میرم وقتی که کمک مخصوص میشه مخصوصی دختری یعنی یک چیزی که بسیار سری را همه گیره این خاراکتری آدم هست یعنی بعضی حالات میشه که پاتسینتی ما طبابت گرفته است یکی در وقت همون طبابت ممکن تصور کنه که در وقت همون طبابت مثلا یک عصبی میشوه طبابت چی میکنه؟ طبابت من میکنه هم طبابت دلور در کاریش مثلا یک خدا نشون داده یکم مصیبت میشه یکم خرسندی میشه اما طبابت چیکار میکنه؟ طبابت چه میمونه؟ دوادای توی داره دوادای معرکه داره داروهاش مثلا نرد استعمال نمیکنه کسی که مثلا با دارو بطیه مثلا فرزندوش یک کسی بعضی حالا میشه یکی میترسن مثلا بیماری هایی که ترس دارن اونا هم داروخوری رو خواطر میشن همین بخورم نخورم گفتن مثلا این سبب میشه که گوییم که تاثیر و طبابتش میرسونن حالاتی هست که یک کس میگه که ای دارو یک جوره بخوری یک جوره سوز میکنه یک جوره کسل میکنه دارو رو بود چکار میکنه دارو رو بس میکنه همه این از چیست؟ از منمون ظهورات های خاراکتری آدم اکن خاراکتری آدم اکن چیست من خاراکتر؟ فیل میگن بعضی جوره طبیعت میگن اوی همه میتونه که ما که همین طبیعت خدا لجام بزنیم زین بزنیم ممکن است یا نه که در طبابت استفاده شده یعنی بعضی آدم ها مثلا عصبی هست بسیار تیز هست وقتی که تیز عصبی هست انا همون تیز عصبیش خیلی از زیان میرسونه آدم ها را خفه میکنن خیلی هستن میرنجانه آدم ها را خیلی از زیان میرسونه نیکی های کدگیشه کارهای خوبی کدگیشه چیکار میکنه مثلا ویران میکنه یک از خطیت چند سال مناسبت ساخته هم یک جنگ میکنی خطیشه هم مناسبت ویران میکنه یا میگن در روز قیامت بعضی آدم ها
و حسابی همین که مثلا مفلس میگن، بعضی همین آدم رو مفلس میشن، بانکروت میشن. روز برای میگن اون خنکی کدگیه میروان همون تقسیماتی همین ثواب ها بسیاری آدم ها میگن همون ثوابش میگیرن، میگن با مفلس میشه. یکی هم آدم همین که درست خفش کده رنجشش داده مثلا همه میگه اون که طلب میکنه ثواب. اینم یک معنی چکر داره که پس یک مثلا تیزی آدم، عصبانیتی آدم، ترسی آدم، تیز خفشوی آدم، مثلا کینه‌گیری آدم این قدر در آدم چی میرسونده است؟ زیان میرسونده است. چی؟ مثلا در زندگیش، چی در مثلا اینکه آیندهش. پس چی بود اصلا؟ یه اون اندیشه هست که ما بفهمیم شما چی میدونید؟ طبیعت آدم، خاراکتر آدم، چرا خوب میگن بعضی حالت، فعل میگن، مثلا چی باشن؟ یعنی اون نقطه نظر است نه؟ هم هسته نمیگن. ما تماشا بینام رو هم نتیجه خوش میکنیم که فکر خود چقدر نویسن لایک بمونن تقسیم کنن همین چه که این چیزی درسی هست که پهمش کنن که بیشتر رو بفهمن. خودشناسی رو هم خداشناسی گفتن. برای همین یکی از چیزهای آدم، ششم چیزی آدم این طبیعت چه؟ طبیعتی میگوییم که آدم هست. یعنی یکم تنش هست، تنه این بدن ما ظهورات نفس هست. دیم احساس هست، تاجیکا دیلش میگن. سیم عقل هست، چهارم میگوییم که روانی آدم هست، پسیخیک آدم. اینه در عموم فرهنگ میگن. پنجم شخصیت هست، ششم طبیعت هست، هفتم روح هست. آدم هست هفت چیز هست. هشتمش نیست نهمش. با روح چند نموده؟ روحی رستنگی، روحی حیوانی، روحی آدمی، روحی انسانی، یعنی خیلی با تقسیم میشه. پس سر میکنیم یعنی که طبیعت آدم ای چهار چیز ساخته شده است. یکم آتش، هوا، آب، خاک. یعنی که این طبیعت آدمه. همین گویا که ما یک ذره آفتاب گرفتیم، یک ذره شد. این ذره گازی فوتون میگن نه. ذره دیگر شکی در عموم بین آدم و بین آفتاب مثلا گوییم که کلونی و مایده‌ایش به نظر میاد. یک قطره آب دنیا در ماست. یک نفس در ماست، یک نفسی هوا. اما نفس در کودکی ما میگیریم، وقتی دنیا رو ترک کردیم ما نفس رو میبریم. و ما یک مشت خاک داریم. یک مشت خاک داریم که اگر آدم مثلا همه آبش بگیرن، همین اینکه یک مشت خاکی که مثلا حضرت جبرائیل اومد روی زمین بود و تربت بلبل رو میساخت. همینا کدامش زیاد باشه خاراکترت هم خیلی میشه. مثلا در تو آفتاب زیاد باشه آتش خیلی او آدم تیز سرخ میشه، تیز جنجال میکنه، تیز در میگیره. تیز در میگیره. این تصور کنید. اینه میگن خیلی به زبانی هم گریم دختری خلیری کش میگن ما آتشینش میگوییم. آتشین، آدم آتشین. دیدگی هم خیلی آدم. اگر آتشش باز زیادتر باشه اون من گپ زدن نمیشه. اما بعضی حالات آدم کسل میشه نوبسته از اون که مثلا همین چی کسله بعضی حالات انگیزه معینه سر و از وجود معینه سرش چنان زیاد میشه که مثلا آتش همون در همه حالت زیاد میشه. آدمی است که بسیار گویم که همین وقتش های، چقچقی های، صحبتیست، گلی سری سمتی چیست؟ معرکه و دویم در چهرهش چیه؟ خنده هوایی دوست. این بعد نمیتیه نمیکنه هم خیلی سیر گپای مثلا هم خیلی دیدگیه نه این چیز زیاد های، هواش زیاد های. این آدم هوایی میگن بادی، توجیکو میگن بادی های. و خیلی گپ هم بسیار بادکه خیلی و تخلص شمیتیه. اینا رو سنگینی میگن. در این هوا زیاده.
یعنی همین هوایی که ما نفس میگیریم زیاد. این آدم سبکه، رخ گردش سبکه، همه کارش همین سرسریه سبک پوده گوییم به منو گندش نمید گوییم که رخ گردش همین میبینی میفهمی که مثلا همین هوا زیاده وزن بدن خود ایست نمید. یا آدم دیگر از بسیار وزنینه مایل فربهی داره اویستا ایستا راه میگرده اویستا گرد میزنه. من نمیگم برخو گردم دکتر جان بیشتر نمیتونم. اما تصور کنه که این آدم چیز زیاده؟ آب یک چی؟ آبش مثلا زیاده. همین آدم میگن فلگماتیک این آیستا کاره بسیار دوراندیشه اگر غضبش کنه مانند سیل میشه و همه را چی میکنه؟ همه را میبره. اما که تصور کنه که اینا خاراکترش اگر کسل شود آیستا کسل میشود و اگر صحت شود آیستا صحت میشه و بیماری هاش حتی معلومه که بیماری ورم و نگوشکدگی حجم خون زیاد و بعضی حالت فشار و بعضی حالت همین چیز داشتنش ممکنه برای چی برای آمده لیکن این آدم بسیار آدمی مدبش ایستادگیه کدام کار را سر کنه تا آخر چی میبره بسیار وزنینه بسیار میفهمه. اکنون آدمی که خاکش زیاد باشه دائم فکر کنه دائم همین میشه اندیشه‌اش بسیار نسبتاً و مایل لاغری داره پوستش گوییم که گندمگونه بیشتر مثلا مشکلاتش در پیونداش در میانش در بعضی که اینه که تنش خاکی هست. این آدم چیزی میخوره فکرهای خودش روزی در روز چکار یعنی که خاکش اگر زیاد باشه اینه میگن ملانخولیک یعنی که کسی که فکر کننده اما اکنون نگاه کنیم آدمی ملانخولیک خاکش زیاد کسل شود بسیار طبابتش قینه برای او با فکرهای خودش میتونه چکار کنه مشکلی ایجاد کنه پس ما فکرهاش قطعی کار میکنیم آدم نیست که مثلا آبش زیاده ما کوشش میکنیم که با حجم همون خونی که در او گردش هست با او کار کنیم مثلا بعضی سستی حرکت بعضی در روش معنی هست چه تیزه آدمی که هوایی باشد ما بیشتر باید چکار میکنیم که مثلا حالت خدشه چکار کنم مثلا بعد از گیره چون که بیماری های شوش بیماری های راههای نفس و حتی بیماری های در زیاد آدمی که آتشین باشه ما آتش چکار میکنیم کم میکنیم و چی؟ و زردش برآوردن چون که آتش در جگر حاصل میشه ما داروهایش میتونیم که مثلا زردش بیشتر ببریم. این تیبی بود که من اندکی گفتم درباره تیبی خلقی تاجیکی که نمایندش مثلا ابو علی بن سینا و 700 سال کتابی رو مختش اما که تصور کنیم امروز شما خودتون رو بشناسید هیچ خیلی طبیعت عوض نمیشه تا 34 سالگی را جوانو امکان دارن که خاراکترشون رو چکار کنن یعنی که بعد 34 طبیعت عوض نمیشه فقط میخپیش تیزیت میخپی سبکیت میخپی وزنیت میخپی حد زیاد منظره یا اینکه مثلا فکر کنی و همین حالات فکریت مثلا اداره کردن فکر پس این روز خودتون چی رفته خانه و بشینه یا فکر کنی بسیار وقت همین حجم همین عنصرهایی که ما گفتیم آتش و آب خود در موقع شما زیاد هم پس در باید شد این روز چی را فهمیده که شما بودن یا براده شکنی که یا آدم میتونه دکتر که دو خصوصیتی چی داشته باشه مثلا ما میدونیم که هست مجاز و عادیه مجاز مرکبه مثلا میتونه که گرم باشه مجازش ما مثلا خشک مجاز گرم خشک آتش بسیار تیز هم هست گرمی نم گرم هست نه که ما نمیش زیاد هست یعنی مثلا فربه های ما گرمی داره عصبانیتیش هم هست ما کدامش همین کدامش زیاد باشه یعنی که میتونه چرا اونا یک تاش چی؟ یک تاش چرا اگر دقت بیتی یعنی من میتونم که من نمیتونم که آتشی منوی من نفهم درک میتونم حالا تا این علم مجازه برای این با ما جوابانه گر میزنیم که هر کدام شما خیلی دانه امروز شما بالای همین کار کنه یا با ببینه که مثلا کدام نمودی خاراکتر فعل طبیعت در شما هست که
شما مثلا اداره کنید و برای کار کنید. سلامت باشید.